هموطنای عزیز خوش آمدین در یک ویدیو جدید دیگه. امروز موریم در یک جای دیگه، یکی از ولایت‌های نروژ. خیلی جای قشنگه، نامش هست گرین. پیشتر خوانده بودم ولی دقیق یاد من نیست و نوشته میکنم باز دفعه نامش چیه دیگه. خیلی قشنگ اینجا، خیلی قشنگ بود. اونجا هم ویدیوهای سعی کردم، باز عکسای سعی کردم، خیلی قشنگه دیگه. امشب که بودیم در این فلوم بودیم، اینقدر توریست زیاد بود در اینجا، اینقدر بوس و موتر و کامپینگر بود که اصلا جای نبود. جای خیلی شلوغ بود و خیلی هم قشنگ بود، واقعا جای قشنگ بود. ویدیوهای قبل، اگه ویدیو قبلی رو ندیدین ببینین دیگه، واقعا باز خدا شما هم حیران میمونین که چقدر قشنگ بوده اونجا. خیلی زیبا بود دیگه. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرین. ما را میتونید تعقیب کنید تا آخر ویدیو. یک لایک، یک سابسکرایب اگر ویدیوی ما را خوشتان آمد هم بکنید دیگه. مسیر ما، کمپینگ ما ادامه دارد دیگه. معلوم نیست چند روز طول میشه. در مسیر راه ما بود که ما رفتیم جایی که گفتم. یکی از جاهای قشنگش هست، نگاه کنید. در مسیر راه اینجا استارت شدیم. چقدر اینجا قشنگه خدای من، چقدر اینجا قشنگه. وای بابا چقدر زیباست. خیلی خنک هم است، انگار که عمل باد که میزنه احساس منو او یخ بله میشه اونه. خیلی قشنگ است. الان ما دوربین دور میدیم شما ببینین زیبایی ها را. اینجا الان ما با موتر داخل کشتی آمدیم. یک جای از زیر باید با کشتی می‌آمدیم. کلی موتر داخل کشتی آمد. باز از اینجا موریم اون طرف، این طرف. اینجا موریم اون طرف ها باید تر شدیم با کشتی. خیلی قشنگ اینجا. بعد از اینجا باز موترات هم شد، باز ادامه میدیم مسیر خود دیگه. از اون طرف ها این دفعه از اونجا موریم که موتر اونجا استای کشتی. ما کت موتر آمدیم داخل کشتی، از اون طرف آمدیم این طرف تر شدیم. الان اینجا نگاه کنید چه کوه کلانه. باز از این زیر از این کوه که هست تونله. مسیر ما که هست زیر تونل که موری. ای تو چی میگه؟ ای تو چی میگی؟ باز نمیدونم دیگه. بعضی تونل ها بود که مثلا 20 دقیقه بودیم داخلش، 15 دقیقه بودیم داخلش، فرق منه. ولی همین کوه خیلی کلان کوه. تونل از هم خطرناک تونله.
الان از این کشتی تا میشیم، باز دوباره رانندگی 4 ساعت زیادتر مانده تا جایی که مریم. از کشتی بخیر سایه و سالم تا شدیم، تا نشدیم این قریب تای دیگه. از کشتی تا شدیم اینه مریم مستقیم مریم داخل از این تونل. این تونل دیگه خیلی طولانیه، ما اینا هم زدیم که نمیبینم. دو سرکا هم هستن، خدا بخیر کنه. چه شهر زیباییه به خدا، پای کوه، لب یاو، زیبایی ها را سعی کنید یک دفعه سعی کنید تو طبیعت سعی کنید، طبیعت یعنی اینقدر مسیر راه را چند ساعت که آمدیم الان دیگه در کوه ها برابر کردیم. کوه که کلن کوه نروژ ولی زیاد گفتم فکر کنم، مگم الان موریم در قد برف. کامرامین اگه کامرا رو بگیره زوم کنه که برف را سعی کنید که موریم سر کوه ها، قد برف ها خیلی قشنگه ولی خیلی سرد هم هست، خیلی سرده. ما یکم خسته هم شدیم چون رانندگی زیاد کردیم دیگه. برف سعی کنید کامرامین زوم کن که داخل تونل موریم، یعنی حالا سعی کنید از زیر این کامرامین تونل سعی کن. این را باریم دیگه، از کجا بور میشیم خدا میدانه. زیر از کوه کلان برفی رفتیم، یکی چقدر طولانیه دیگه در خدا معلومه و در کسی که کار کرده. یعنی شاید چند بار در ویدیوها گفته باشم تونل ولی واقعا در نروژ زیاده، اما این زیر کوه ها را گرفته این رقم تونل زده. خیلی جالبه، خیلی زحمت کشیده، خیلی وقت هم باید برده باشه. به این طبیعت قشنگ، چقدر برف هنوز اینجا. اون طرف سعی کنیم اینجا را. این از زیر کوه بازم بریم بسم. در مسیر راه یک جای قشنگ دیدیم، البته جای قشنگ زیاد بوده، زیادم گفتم. اینجا نگاه کنید ابرا چه قشنگ پایین آمده. الان سریم در ابرا مخوره، چقدر اینجا جذاب قشنگیه. سریم در ابرا میخورد. نگاه طبیعت نگاه کنید، ماشاءالله خیلی قشنگه. نه ابرا چه قشنگه، واقعا ابرا قشنگه. سرد هم است، خیلی سرده. ما اینجا استاد شدیم چون قشنگ بود از خاطر ابرا. اینجا استاد شدیم، خیلی سرد هم است. موتر را بعد جای پارک کردیم، بعد جای بوسه خیره دیگه. ابرا در هر لحظه پایین آمده رئیس دیگه. اینجا جای کمپینگ نداره اینجا، ولیکن یکم بالاتر جای کمپینگ داره چون ابرا خیلی قشنگ معلوم میشه. از خاطر اینجا استاد شدیم، جای قشنگ یعنی.
سعی کنید اینجا برف، اینه برف، اینجا هنوز برف هسته. اوه اوه اوه. اینجا مردم کمپینگ کرده در یخی و یخ زدیم که لباس آمدیم. سعی کنیم اونجا رو برف، اینجا چقدر زیبا و قشنگ کوها، اینم برف. ما انمیالی که هستیم در وسط تابستانیم خب، ولیکن ما در اینجا که وقتی آمدیم در سر از کوها شدیم وسط زمستان. یعنی چی؟ نگاه کنید برفا را، چقدر برف و دو پیشتر رفتیم سر برفا، اینجا را سعی کنید برفا را. یعنی چی؟ وسط تابستان در من زمستان این برف سعی کنید. به 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 چقدر سرده مال موتر، خیلی ولی قشنگه. اونجا چقدر کوهستانیه، کوه قشنگه، خیلی زیباه. نگاه کنید نگاه کنید نگاه کنید، زمینه رو نگاه کنید، به برف نگاه کنید، یخ. ما این مالک هستیم در شیوه کوتل شیبریم. یه ترک شیوه هست، سعی کنید آسیره دیگه اینا رو سعی کنید دور خورد از اینجا خود کوتل شیبر سعی کنید. اوه 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 امو تو سر قاید هم هست، پایین سعی کنید یک دفعه پایین. کوتل شیبر، خود کوتل شیبر، باور کنید. نه شیوه را سعی کنید. نه اون ترگلایی های خطرناک داره که مستقیم باید قاید هم هست سرک شی. یعنی جا را باید خیلی احتیاط کنید. نه ایت قاید نه ایش را سعی کنید. Om 10 kilometer sväng vänster till Jörvahagane. ایش را سعی کنید. خود کوتل شیبر در کاپی در بدل اصل. خیلی خطرناکه، خیلی. اوف اینجا را سعی کنید. دنیالی پایین بگو ویدیو. یعنی اینجا را اوه خدا قریب بود که دکه کنه بودیم با قرانه نه تا خود گلای برابر شده بودیم. خیلی از راه پرپیچ خم، تونل زیاد، جاهای دیدنی قشنگ، سرد، گرم، آبای قشنگ. کلا آخر دمی جایی که میخواستیم بیاییم آمدیم. اینجا رو سنگ نبرم نامش که بود گیرانگر، مقصد نوشتم میکنم در پایین بازم چون که تنفس نمیتونم، سخت نروژیه دیگه. اینجا فعلا کمپ کردیم، اینجا هستیم امشب. با صبح یک جای قشنگتره در اینجا نزدیک اونجا بریم، خیلی جای دیدنیه دیگه. اینجا واقعا قشنگه، نگاه کنید. ولی تانوز پاییناش نرفتیم، لبای دریا. اونجا آبشار داره، یک دانه اینجا آبشار داره، بدنش فیلم میگیرم دیگه. اونجا اون یک کشتی خیلی کلان است، قرار است بریم اونجا ببینیم که خیلی قیمت است. تیکتش از خاطر معلوم نیست که داخلش بریم یعنی. این تو چی میگه؟ این تو چی میگی؟ اموریم. وگرنه خیلی واقعا جای قشنگه اینجا. خیلی چی میگه برای همه رکامندر میکنه. در سویدنی تر میگه ولی در فارسی میگه که برای شما پیشنهاد میکنه بیاین. جای قشنگی است. کمپینگ ما ادامه دارد، ما را تخریب کنید. صبح بخیر. ما صبحانه رو زدیم، البته ویدیو رو دیدیم دیگه یا بعدا الان میمانیم، شاید ندیده باشیم. صبحانه رو زدیم، تایید کردیم، کمپ جمع کردیم امروز که دیگه ویدیو نگرفتم دیگه. خیمه مرا الان باید از اینجا چک اوت کنیم، برشیم از اینجا. باز موریم پایینای کم میگردیم، اونجا میگن آبشار است دیگه، پایینا هم آبشار است. باز سفر ما ادامه داره. اینجا جای قشنگی بود، خیلی جای قشنگی بود. اینجا خیلی جای بلندی هم هست. باز دیگه دوشموش گرفتیم، این دیگه تونوزت آرایش مایرایش نکردیم. این تو چی میگه؟ این تو چی میگی؟ این خاصی پیش کارا رو نکرده بود یا قبلا هم این کارا رو میکرد؟ راست میگه موی همونطوریه، ساده الخ پلخ. باز موریم بخیر یک جای دیگه نامشی هست اونجا چی؟
راه چطورکایی بود بازم یادم نمیاد. البته باز اینجا نشتم پایین. اونجا خیلی جای قشنگه تو بالا موری، باز از اونجا کلی ویو داره، فقط جایی برای دیدن. اونجا باز یک جای دیگه موریم بعد از باز ببینیم که تا کجا میرسیم امروز. دیگه فکر کنم که دیگه ویدیوی دیگه باید بگیریم. این ویدیو چون خیلی طولانی میشه. دیگه وسایل رو جمع کردیم، کلی چیزه. از اینجا موریم دو پایین جای دیدنی داره قشنگ. اینجا هم یک دونه آبشار هست، اینجا بریم عکس مکس بگیریم. باز موریم پایین پارک کنیم موتور رو، باز موریم یکم جای گشته داره اینا بگردیم. بعد از اون مسیر ما ادامه دارد که یک جای دیگه. از اینجا امروز بور میشیم. خیلی آبشار قشنگه، عکس مکس گرفتیم. از اینجا دیگه الان دیگه باید برشیم چون ناوقت هم شد. امالا رفار داره تاول میدیم. این آبشار خیلی قشنگ داره، نگاه چه زیبایی، عکسای قشنگی آمده، زیبا آمده واقعا. برای ما سوال خلق شده. اینجا کل 4 طرفش کوه بیابانیه. امی این کشتی را دایی کلانی چی رقم اینجا آورده؟ یعنی واقعا هر چی که آمدیم کوه مثلا منظور نیست که همین کشتی را چی رقم آورده دایی کلانی، همینجا جور کرده یا که آورده ساک اینجا که بخواه و بیز دیگه بند آخرش هست اینجا. این طرف هم که کوه، ولیکن وقتی ما میدن رفتیم ولی او کوه هم که یا تو ادامه نداره، باز آخرش بنده دیگه. از این چیزا زیاد از این درا دیگه. اینجا هم که نگاه کن اینجا را. برای ما خیلی سوال کلان خلق شده اینجا. خواهش می‌کنم در کامنت ها نوشته کنید که چی رقم اینجا میاره. واقعا کلانه. قسمی که گفتم می دیگه واقعا جای سوال است که چی رقم اینجا میاره. در صورتی که او طرف که آخرشه، این طرف هم که هست ما زیاد آمدیم از در آخرش بند میباشه. ولی این رقم اینجا جور کرده که این همه وسایل چی رقم آورده. ولی میشود که دل چی بیاره موتورای کلان، ولی جور کردن از این دایی بیابانی خیلی سخته. خیلی سوال کلانیه برای من. از اینا یکی نیست، خیلی زیاده در میت جای ها، خیلی زیاده در هر میتونه جای ها از اینا هست. تعجب منادم این هم وطال همینجا استاد است فقط دیگه. یا ما ندیدیم بچه‌ش نرمالش هم یا ما رو دیده، یا چون نزدیک هرچی که آمدیم مثلا آب بوده ولی بند بوده جایش، چون همش کوه دیگه ناره. ولی شما در کامنت ها کسی که تجربه داره بگین ما را از این تشویش در بیارین. ما قسمی که گفتم دیگه راه افتادیم طرف استیشن بعدی دیگه. از اینجا موریم یم لحظه آخر است دیگه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتان آمده باشه. دیگه ویدیو را لایک سابسکرایب هم بکنید اگه خوشتان آمده. مطمئنم که خوشتان آمده. لایک سابسکرایب هم بکنید به خاطر ویدیوهای بیشتر، به خاطر تشویق ما. دیگه سلامت باشین دیگه. باز بخیر یعنی ویدیوی دیگه میه دوز جای دیگه موریم، خیلی از اینجا کدام قشنگتره دیگه. ویدیوی بعدی رم بیننده باشین اگر آماده تان روز. See you.